با نام یاد خدا آغاز میکنیم کار گزارش 91مین الکلاسیکو ایران رو. تقابل حساس، جذاب و همیشه تماشایی سپاهان پرسپولیس در نقش جهان باشکوه. من هنوز سپاهانی‌ها رو موفق نشدم که خدمتتون معرفی کنم. پرتاب بلند از زکی پور، ضربه سر، موقعیت برای کاوه رضایی. اونجا مراقب بازیکن‌های سپاهان هستن. ارسال بلند دیگه روی دروازه، موقعیت و ضربه هادی محمدی بود که به بیرون میره. سمت چپ زکی پور صاحب توپه، جا میذاره خداوند رو. زکی پور یه ارسال بلند این سمت، آریا یوسفی به توپ میرسه، سرزم ارسال میکنه، موقعیت برای عسکری، تیر دروازه. چه توپی از دست رفت برای سپاهانی‌ها. احسان پشت توپ، یه ارسال بلند روی دروازه، یه ضربه سر از دانشگر، موقعیت برای سپاهان. اونجا برمیگردونن، کماکان فرصت هست برای هادی محمدی و توپی که به بیرون زده میشه. ضربه سر دانشگر، برگشتی که داده شد در ادامه بود که کاوه روی زمین افتاد. اینجا ببینید نیازمند ضربه سر، در واقع ضربه سر دانشگر رو برمیگردونه. از این زاویه هم ببینید 42مین دقیقه بدون گل مساوی. باکیچ میبره سمت راست، خداوندلو، یه پاس برای باکیچ، موقعیت هست برای پرسپولیس. باکیچ ارسال روی دروازه، فرصت برای کاظمیان، ضربه سر، موقعیت برای پرسپولیس، برمیگردونه هادی محمدی و ضربه بی هدف فرشاد احمدزاده که توپ با اختلاف زیادی به بیرون رفت. یه پاس حاج صفی، احسان حاج صفی، یه پاس عالی، موقعیت برای رضاوند. چه توپی رو از دست داد آرش رضاوند، چه پاسی داد احسان حاج صفی. حالا ضد حمله علیپور تک به تک، علیپور و دروازه و گل برای پرسپولیس. این طرف سپاهانیان نزدن تا اون طرف اینجوری جریمه بشن. فوتبال همینه، نزنی میخوری. چقدر جذاب شد تو عرض چند ثانیه، همه چی برگشت. حسرت آریا یوسفی، عسکری، یوسفی، یه ارسال بلند روی دروازه و چه توپی رو باز از دست دادن بازیکنای سپاهان. حاج صفی با بیرون پا، یه پاس کلاسیک سمت چپ، زکی پور ارسال رو به جلو، موقعیت برای کاوه رضایی، تلس شده دروازه پرسپولیس. و البته بهتر بگم بازیکنهای سپاهان بدجور گل نزن شدن. ببینید احسان حاج صفی چه رخی داره نشون میده توی این مسابقه، پاسای عالی، یه ارسال خوب از زکی پور و ضربه سری که به بیرون میزنه کاوه رضایی. نورافکن راهکار میکنه، موقعیت برای سپاهان که به بیرون زده میشه. هادی محمدی، عسکری خودش ضربه بزنه، عسکری و پیام نیازمند رو در اختیار میگیره. پاسش خوب نبود، جا صحرایی اشتباه میکنه، سهیل صحرایی بد جا این اشتباه رو انجام داد. پاس رو به عقب، موقعیت برای عسکری و این توپ هم از دست رفت. رضاوند میبره سمت راست، ایوان سانچز، خود ایوان سانچز ضربش رو میزنه به سمت دروازه. ما ببینیم حرکت ارضی، مقابلش تیوی بیفوما بود، شلیک پای چپی که با اختلاف به بیرون رفت. دوباره نورافکن، یه ارسال بلند دیگه، موقعیت برای سپاهان پشت محوطه جریمه. این توپ هم به بیرون میره.
کنم آریا یوسفی بود که ضربش رو به توپ زد. دور میشه صحرایی، ضد حمله برای پرسپولیس. جا میمونه آریا یوسفی، خود صحرایی، حرکت خوب از بازیکن پرسپولیس. صحرایی پاس عرضی و تیوی بیفوما بود که نتونست استفاده کنه. شاید اگر رها میکرد اورونوف موقعیت بهتری داشت اون سمت. شکاری واسه کوتاه، موقعیت برای اورونوف. تیر دروازه سپاهان به لرزه در میاد. بازی رو باز میکنه، 3 در مقابل 1. چقدر خطرناک. اورونوف تیوی بیفوما، موقعیت برای پرسپولیس. میلاد محمدی چجوری از روی شکم سیری این توپ را از دست دادن، در حالی که همه ناامید شده بودن در اردوگاه سپاهان. حالا این موقعیت ببینیم. نورافکن روی پای راست، ارسال، موقعیت، برمیگردونه پیام. سیو محشر پیام نیازمند نگه میداره پرسپولیس را در این مسابقه. موقعیت برای سروش رفیعی، آفساید یا نه؟ ببینیم اورونوف، دانشگر کامل گرفت اورونوف رو. اگه آفساید نبوده باشه که اخراج داشت حتما. از زمین خودشون حرکت کرد، یه جورایی آریام آفساید پر کرده بود. دانشگر دیگه مجبور بود بگیره استون اورونوف را. حالا دانشگر را هم نداره مقابل گلگهر. بیفوما، شلیک، حسینی در 2 ضرب توپا مهار میکنه. سوت پایان برتری 1-0 پرسپولیس در ال کلاسیکو 91 در نقش جهان.